6 نفر زخمی بر جای گذاشت. به گزارش روزنامه کلنج این بمب را اشوک فرزند جمعه در یک فلاخت چای به کار گذاشته بود که خودش مبتلا به مرگ شد و در حال حاضر در بیمارستان بروپاچ مترگ از آن بستری است. اخبار گوتوس شبکه لمپوش. تمام تنفاهای سطح پیشین دست به اتصال غذایی زدن چرا به ما گاندو میگویند. بوزی لاغرنده و مردنی که توانست 18 تا شنک به دنیا بیاورد مردم میگویند صاحب این بوز بله گلملک نام دارد و 65 سال سن دارد و 60 است. آقای غلام مهاراجا در حالی که در پیشین قدم میزد میخواست وارد ساندویچی آقای جلال شود با کله وارد دادگاه انقلاب شد. جنرال پندوق معروف به پنگوان با نخست وزیر پیشین دیدار و گفتگو کرد. و افزود اگر در پیشین دیوانکشی خاتمه نیابد من دست به خودکشی میزنم. ما گفتیم بی‌درک. پمپ بنزین راست که منطقه نظامی اعلام شد. ترامبچی‌ها به حالت مسلح کامل در آمدند چون که یک هفته پیش یک ترامبچی را به نام سفر در یکی از مخزن‌های روغن انداختند. بعد از یک هفته مهندسان هندی و بنگلادشی سفر را به اندازه یک هفته خرما مشاهده کردند. یکی از متخصصان خنگ گفت که سفر سیاه و روغن هم سیاه پیدا کردن همچین شخصی کار آسانی نیست. بنا به گزارش اعلام آقای کریچ وزیر راه و ترافیک اعلام کردن ماشینایی که قصد گذر از مسیر کوپشت پیشگی را دارند به علت بارش برفباران و لغزندگی پل قاعدیت ماشینا را مجهز به زنجیر چسب نمایند و در همین گزارش آمده است شترهایی که قصد گذر از مسیر ریدینگ و چگردخان را دارند باید علامت هشدار دهنده و چراغ راهنما داشته باشند. به خلاصه اخبار توجه فرمایید. مشاجره 2 معتاد برای 10 گرم تریاک. کشف جدید استاد سنگو در رابطه با ساخت یک وافور جدید. مرگ 1000 مگس از روی بد معتاد. 2 معتاد به نام های ایوب و گلجان برای 10 گرم تریاک به جان هم افتادند که طبق آخرین خبر ما تاکنون گلجان 2 مشت و 1 لگد به ایوب زده است و ایوب جهت تلافی این ضرب شد فقط 1 دندان قروچه بسنده کرده و هزار داشته که چه کار کنم دستم نمیرسد ولی به دادگاه لایحه